خانم ها و آقایان، مخاطبان درجه 1 برنامه دید در شب، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. دید در شب با یک برنامه ویژه، با یک مهمان بسیار ویژه تر مهمان شماست. امیدواریم که از تماشای این برنامه لذت ببرید. قول این برنامه رو مدت‌ها بود به شما داده بودیم و حالا خیلی خوشحالیم که میتونیم به قولمون عمل بکنیم. چه کسی مهمان برنامه ماست؟ ایشان به اندازه سرشناس هستن که نیاز به هیچ بیوگرافی و توضیحی نیست. صاحب ببینم، من نیاز ندارم، تو که داری توضیح بده ببینیم. آقای دکتر، میدونم از خیلی از دانشگاه‌های دنیا پذیرش برای هیئت علمی برای شما اومد ولی هیچ وقت قبول نکرد. تازه تصدیق پایه که بین‌المللی هم دارم برای گردنه‌های استراتژیکی دنده عقب با بار میلگل 30 کیلومتر. چقدر زیبا. اقیانوس استراتژی با امواج تاکتیکی. تازه 150 کیلو دوزار میزنم بدون دوپینگ، هر کی میخواد بیاد آزمایش کنه. ولی اینجا رکورد زدید به جهات مختلف. تازه چند بارم رو کورنری که خودم زدم با ضربه سرتوب و با تور آشنا کردم. 19 سالتون. تو مگه 19 سالگی منو دیدی؟ یه کوچولو شاید اینجا زرد بشه ولی ایرادی نداره. شما یه ریش پروفسوری خوشگل داشتین، بعد پیرایش چهرهتون تغییر کرد. چه سبک همین اول کاری رو تو زیاد بکنی ممکنه پیرایش چهره خودت هم تغییر بکنه ها. بچه‌ها مشکلی نیست؟ ادامه بدید. طفل معصوم موجی خوبه خودمونو بگو. یه بار که گیر یه مشنگی مثل میافتیم تازه قدرشو میفهمیم. جای خالیشو احساس میکنین؟ آره دیگه، مثل تو نبود که فهم و شعور داشت. حالا تو هم شاید درست بشی. برو سر سوالات. من یه سوال تلخ میخوام بپرسم. مثلا فکر کنی تا حالا خیلی شیرین بودی؟ از جهات مختلف در مورد مذاکرات خیلی بحث شده. من نمیخوام برم تو دل مذاکرات و مفصل صحبت بکنم. بعضی جاها میدونم تو ذهن شما هم ابهامه. میخوام اون جاها رو بپرسم از آقای دکتر. در اولین رویارویی وزیر امور خارجه ما با جان کری چه اتفاق ویژه‌ای افتاد؟ دیپلماسی بالکن یهویی به وجود اومد. برنامه‌ریزی شده نبود. یهو آقای ظریف اومد یه اشاره‌ای به بچه‌ها بکنه، شد دیپلماسی بالکن. اسمشو گذاشتی یه سوال ولی پاک ریختی بیرون ها. حالا بشین کنار دست گوش کن تا بهت بگم. الان هر چی میکشیم از همین زهر ماری بود که ریختن تو حلق مقام مزما. هی گفتن پسا برجام درست میشه، پسا برجام درست میشه، پسا برجام هم شد وضع بدتر شد. الان دستگاه ریخته به هم. اون پشت سگ صاحبشو نمیشناسه. بسیار خوب، ممنونم از توضیح مفصل شما. صبر کن بابا، هنوز توضیح شروع نشده که، این مقدمه بود. الان یه سری مثل هشین حسین شریعت مداری داغونن. میگن فقط یه راه مونده، اونم اینه که دنده عقب بگیری برگردی. برجام دیدی ندیدی. این خودش نکته است آقای دکتر. هیچ هم نکته نیست. افکت کچگیره واسه منه. ناکس مشنگ حالیش نیست که نمیشه برگشت. قلب عراق رو از کجا برگردونیم برات؟ اورانیوم غنی شده رو که بار زدیم با دست خودمون تو کشتی چطوری از کجا پس بگیریم؟ ناکس سانتریفوژا دیگه چی رو غنی کنن بدبخت بیچاره. با بدبختی رفتیم و یه مسیری که دیگه برگشتنی نیست. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه دنده عقب داشت، از کوه میرفت بالا همینجوری چرخان. بهش گفتن چرا دنده عقب میری راه به این سختی رو؟ گفت آخه میترسم اون بالا جای دور زدن نباشه، میخوام بتونم راحت برگردم. گفتم باشه برو. چند دقیقه بعد دیدم دنده عقب عرق‌ریزان داره برمیگرده پایین. گفتم چی شد؟ گفت هیچی، رفتم اون بالا دیدم جای دور زدن هست. روشن شد. یا ولش کن بابا، تو رو هر چی بزنم هم روشن بشو نیستی. حالا یه راه دوم هم هست، همون دوراهی که مقام عزبار بدبخت بیچاره کرده. این که برن سراغ برجام 2 و 3 و 4 همینجوری برو بالا. اینم که از آره معلومه تاش چه خبره دیگه. یه نگاه به وضعیت عزبا بکنی حساب دستت میاد. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که بکسوره رفت پیش فالگیر. گفت آقا فال منو بگی ببینم شب تو مسابقه میزنم یا میخورم. فالگیره درجا گفت میخوری له و لورده میشی. بکسوره گفت تو که هنوز کف دست منو ندیدی. فالگیره گفت هیکلتی که دیدم. درود به شما. آقای دکتر، صحبت کردم با شما اینقدر جذابه. خوشت اومد؟ اینطوری که من بحث و جا انداختم پاشنکش کفشو جا نمیندازه. من آقای دکتر میخوام این بخش برنامه‌ام بین المللی باشه. Ladies and gentlemen, I would like to give warm welcome to all of our audience, especially
European and American audience. Thank you so much for following this video. بشین بابا، چی برای خودت داری بلغور میکنی ناکس؟ اقلا اگه بلد بودی اینقدر ضایع نمیشد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که به شوته گفتن از چه گلی خوشت میاد. افه اومد پشت چششو نازک کرد گفت عقاقیا. گفتن خب همین رو که گفتی بنویس. گفت غلط کردم روز. آقای دکتر منت به سر من گذاشتی. همراه منت یه کلاه گشادم سرت گذاشتم. آیا واقعا اینطوریه؟ آره، ولی انقدر سرت با پات شوتیه ضرب میزد به فکر جست و پوز خودت بودی که اصلا حالیت نشد. اولش به خاطر ادا اطوار ضایع دوست داشتم با یک کف گرگی بذارم تو پوزت تا شکم تو زمین خط ترمز بندازه. ولی شما این کارو نکردید. اون لحظه فراموش کردید یا اینکه نه، حسابشو کردم که اگه بحث و تا آخرش باید پا به پا بیام بیشتر ضایع میشی، پرت بودنت روشن‌تر میشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه به هم اتاقیش گفتش که چرا وقتی دعوامون میشه تو عصبانی نمیشی؟ طرف گفت خودم رو کنترل میکنم. مشنگه گفت چجوری؟ طرف گفت هیچی، میرم سینک ظرفشویی رو میشورم، پاک تمیز تمیز. مشنگه گفت چه ربطی داره؟ طرف گفت آخه با مسواک تو میشورمش. دوست دارم فرمایش پایانیتون رو بشنوم. فرمایش پایانی: این روزا تو نظام قوقاست، ظاهرش دعوا سر برجامه ولی باطنش سر حفظ نظامه که نشسته رو اره، نمیتونه بره جلو نمیتونه بره عقب. خیلی خیلی متشکرم خانم آقایان، ممنونم که دید در شب رو نگاه کردید. امیدوارم ویژه برنامه ما رو پسندیده باشید.